به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم در حوزه روانشناسی و تحول. کتاب راه پینگ، سفر به اقیانوس بیکران، نوشته استوارت اوی گولد، ترجمه احسان طائبی، ناشر نشر دستخط در سال 1393 در اصفهان چاپ کرده. این کتاب شامل 7 فصل هستش که با سخن مترجم، سپاس و قدردانی، یادداشت نویسنده درباره نویسنده و با ما هم سفر باشید شروع شده. با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو شروع کنیم. سخن مترجم: در دنیای داستان و داستانسرایی کمیابند داستان‌هایی که هم گوش‌نواز باشند هم دلنواز و همان که انسان را به فکر فرو برند، همانهایی که مثل قصه همین قورباغه‌های دلیر ما سرآغاز تحولات بزرگی در زندگی می‌شوند. پس پرواضح است که خود چنین اثری و خالق آن شایسته تحسین و تقدیرند. ناگفته نماند که در تمام مدت از پیش از شروع ترجمه، حین آن و حتی در مراحل آغازین آماده سازی چاپ کتاب، مکاتبات متعدد و کوشش فراوان برای تماس چه با شخص نویسنده و چه با ناشر کتاب به عمل آمد و علیرغم 1 یا 2 پاسخ نه چندان قانع کننده در بدو امر، تمامی تلاش‌های دیگر برای احقاق حقوق مادی و معنوی این کتاب کوتاه اما ارزشمند بی‌پاسخ ماند. با این همه محروم ساختن طیف وسیع از مخاطبان پارسی زبان این اثر بس غم‌انگیزتر می‌نمود و از این رو برآن شدیم تا این اثر را به هر صورت به دست خوانندگانش برسانیم. گرچه قدم گذاردن ما در مسیر ناپیموده حقوق چاپ و نشر آثار ترجمه شده در کشورمان بی‌ثمر ماند، اما همچنان به قول قورباغه پینگ به چیزی فراتر یا بیشتر از همان یک گام نمی اندیشیم و امیدواریم که این یک گام بسترساز نمایش پر اقتدار فرهنگ کهن و زیبای قدردان ما ایرانیان در آینده نه چندان دور باشد. امیدان که راه پینگ در جهش به سوی عوالم امکان در زندگی الهام بخش ما، شما و آنان که دوستشان داریم باشد. احسان طائبی، اسفند ماه 1392. سپاس و قدردانی. در اینجا فرصت را مغتنم شمرده و از دوست ارجمندم جناب امیدان، نمونه واقعی پینگ که موجبات آشنایی من با این کتاب ارزشمند را فراهم کرد و ترجمه حاضر بدون تشویق و پیگیری‌های او مقدور نمی بود، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم. همچنین از دوست عزیز جناب آقای دکتر میلاد شمعی که نسخه خوانی و ویرایش متن را بر عهده گرفتند و نیز تمامی دستاندرکاران انتشارات دستخط که هر یک نقش بسزایی در مراحل آماده سازی و انتشار کتاب به این شکل شایسته داشتند، نهایت قدردانی را دارم. اما میریم برای یادداشت نویسنده. پینگ قورباغه‌ای در جستجوی برکه‌ای نو، آهسته و پیوسته به پدیده‌ای بین‌المللی تبدیل شد. ترجمه‌های آن در گرداگرد جهان منتشر شد و همه ما را دوباره گرد هم جمع کرد و من سپاسگزارم اگر این کتاب را می‌خوانید. احتمالاً آن کتاب کوچک را نیز با جان و دل خوانده‌اید. پس دعای خیر من پشت و پناه شما باشد. اگر آن کتاب را نخوانده اید، احتمالاً چیزهایی راجع به آن شنیده اید که باز هم مؤید ارتباط ما با یکدیگر است. به هر شکل، طبق چیزهایی که شنیده و خوانده‌ام، اصول و آموزه‌های به هم بافته شده در داستان پینگ به سنگ محکی برای بسیاری از افراد تبدیل شده است و من از این بابت
از شما بسیار سپاسگزارم. مدیران تجاری نسخه‌های کتاب را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. معلمان از این کتاب برای دانش آموزان خود نقل می‌کنند و خوانندگان در سراسر جهان به کمک خرد قورباغه‌ای راه خود را از میان تنداب‌های چالش و تغییر پیدا می‌کنند. پیام داستان آنکه زندگی ایدئال یعنی تحقق عمیق‌ترین تمایلات شما از طریق زندگی در راستای انتخاب و عمل دست یافتنی است و این پیامی است که هر که گوش شنوایی داشته باشد میتواند آن را بشنود. مردم شیفته پینک شدند. تنها آنها نیستند، خود من هم شیفته او شدم. پس پینک باز میگردد تا یافته‌های سفر را با ما در میان بگذارد و از اموری بگوید که نقش تعیین کننده‌ای در شکل دهی به زندگی ما دارند. و از آنجا که در این سیاره خاکی هر نویسنده دوست دارد که در روایت یک داستان خوب همراهانی داشته باشد، این داستان تقدیم به شما. با سپاس. اما با ما هم سفر شوید. راه پینک داستان بزرگداشت زندگی است. انرژی دهنده حال و یاری رسان آینده است. پینک همانند اسطوره‌های افسانه‌ای دوران کهن قهرمانی است برای تمام فصول و نماد هر آنچه از زندگی می‌خواهیم. پینک به شما کمک خواهد کرد تا با درک ماهیت حقیقی و توانایی زوال ناپذیر خود از ورای افق‌های آشنا و بی دردسر کنونی و از دریچه‌ای نو به مسیر هیجان انگیزتر زندگی بنگرید. همین که این کتاب را در دست دارید گواه بر این است که وجود خود را رو به توانایی بالقوه و نامحدودتان گشوده اید. اگر کسی این کتاب را به شما هدیه داده است، یعنی آنکه او توانایی بالقوه و نامحدود شما را شناخته است. اما در اینجا توضیح کوتاهی هم درباره نویسنده آورده که برای شما میخونم. اولین کتاب استوارت اوری گولد تحت عنوان پینک، قورباغه‌ای در جستجوی برکه‌ای منتشر شد. به دنبال استقبال گسترده از آن، پینک به بیش از 20 زبان دنیا ترجمه شد و ایده نوشتن کتاب بعدی، راه پینک، سفر به اقیانوس بیکران را در ذهن نویسنده القا کرد. استوارت در تألیف کتاب‌های تحسین برانگیزی همچون موفقیت در زندگی، روح اژدها، قلب ببر، ذهن ببر و حیرت‌گرایی‌ها نیز همکاری داشته است. وی کارآفرینی با تجربه و عامل تغییر است و در جهت بهبود زندگی سالم و برآورده ساختن والاترین رویاهای مردم حرفه خود را وقف ایجاد نمانام‌های نوآورانه و به لحاظ اجتماعی مسئولیت پذیر کرده است. نگرش خلاف عرف وی درباره زندگی و پدیده‌های اطراف CNN را برآن داشت تا وی را الهام بخش و اثرگذار بنامد و نیوزویک نیز سبک کاری وی را به عنوان آمیزه‌ای از مشاوره تجاری و آموزه‌های معنوی برای کارآفرینان قرن 21 توصیف کرده است. استوارت همچنین به عنوان مدرس مهمان و سخنرانی سرشناس در موضوعات تقویت انگیزه فعالیت دارد و در موضوعاتی از قبیل خلاقیت تجاری، بازاریابی و تجاری سازی نوآورانه مشاور شرکت‌ها و کارآفرینان است. استوارت ساکن بوکارتون در ایالت فلوریدای امریکاست. قطعاً دنیای ما بزرگتر از همه آن چیزی است که با چشم مسلح و غیر مسلح دیده می شود. دنیایی که توسط تلسکوپ‌ها و میکروسکوپ‌های فوق پیشرفته کشف شده. تنها ذره‌ای ناچیز از جهانی است که ما در رابطه با آن به پویایی در می‌آییم. دنیای بزرگ ما شرایط درک کردن ما را می‌پذیرد و
و تنها از ما می‌خواهد که باور داشته باشیم. 2 سال پیش هنگامی که کتاب پینگ قورباغه‌ای در جستجوی برکه نو بر حسب اتفاق و به اشتباه در لابلای کتاب‌های دیگر به دستم رسید، کتاب را بررسی کردم و بعد به طور دقیق به مطالعه آن پرداختم و دریافتم که چه کتاب با ارزشی است. سپس تصمیم گرفتم که تعدادی از آن را داشته باشم. هرگاه کسی برای خرید کتاب مراجعه می‌کرد، یا این کتاب را به او پیشنهاد می‌دادم یا به رسم یادگار به او تقدیم می‌کردم. کم کم درخواست برای کتاب پینگ زیاد شد و عده بسیاری برای سپاسگزاری با من تماس می‌گرفتند و این در حالی بود که من نه نویسنده این کتاب بودم، نه مترجم و نه حتی ناشر آن. به همین دلیل بود که تصمیم گرفتم ادامه مجموعه کتاب پینگ، یعنی همین کتاب حاضر را خارج از کشور خریداری کنم و برای ترجمه به دست دوست بسیار عزیز و زحمتکشم بسپارم و از این طریق توانسته باشم کتاب را در اختیار مخاطبان پارسی زبان قرار دهم. از خداوند منان برای همه شما خوانندگان عزیز آرزوی پیروزی و موفقیت دارم. کتاب امیدان. خب با من همراه باشید که فصل اول این کتاب با عنوان دیدار بزرگ رو شروع کنیم. برای یک ذهن آگاه بهشت نیلوفری همه جا هست و برای آنانی که هنوز جویای حقیقت خود هستند بهشت در آرامش اقیانوس یافت خواهد شد. جایی جایگاری. بسیاری از ساکنان برکه 24 ساعت زودتر از موعد مقرر در محل مراسم جمع شده بودند. آن دسته از اهالی که از نقاط دوردستر برکه و از گوشه و کنار می آمدند حدود 40 ساعت پیش از آن خود را به محل برگزاری مراسم رسانده بودند تا جای خوبی برای نشستن گیر بیاورند. حتی لاک‌پشت‌ها نیز می‌دانستند برای آنکه جایگاهی در ردیف‌های نزدیکتر یا در زیر سایه نصیبشان شود باید عجله کنند و از آنجایی که برای جایگاه خوب اهمیت زیادی قائل بودند با شتاب تمام خود را به محل برگزاری مراسم می‌رساندند. موجوداتی که زودتر آمده بودند بر روی تخت سنگ میان شقایق‌های آبی آبدار و شکوفه‌های نو و یاسمن‌های خوشبو جایی برای خود دست و پا کرده بودند و از همه خوش اقبال‌تر به حساب می آمدند، چرا که همه می دانستند این نقطه از برکه چشم‌انداز معرکه‌ای دارد. سنجاقک هم از بالا مراقب همه چیز بود. سنجاقک بالهای ظریف و شفاف خود را به هم میزد و دور تا دور سقف کبود می‌رقصید و با سرعت به این طرف و آن طرف می‌رفت. اگرچه مسئولیت‌های بسیار درخوری در سرتاسر برکه وجود داشت، اما در آن روز به خصوص همه به وظیفه‌ای که بر عهده سنجاقک گذاشته شده بود حسادت می‌ورزیدند. به دلیل دید برتر سنجاقک مسئولیت مبارزه با شایع پراکنی‌ها به او واگذار شده بود. همچنان که بر انبوه جمعیت افزوده می‌شد، هر لحظه شایعات درباره رسیدن پینگ نیز بالا می‌گرفت. پس وظیفه خطیری بر گردن سنجاقک بود تا با پاییدن اطراف اخبار درست را به اطلاع همگان برساند. درست هنگام نیمروز بود که سنجاقک ورود قریب الوقوع پینگ را اطلاع داد. سپس همه را به سکوت دعوت کرد تا جهش فوق‌العاده مستقیم، ظریف و بلند پینگ و در پی آن شلوغ خارق‌العاده و تماشایی آب را شاهد باشند. آنهایی که برای اولین بار جهش پرشکوه پینگ را می‌دیدند پیش خود اندیشیدند خارق‌العاده است و آن را بر زبان راندند و کسانی که خاطراتشان آکنده از شنیدن این قصه ها بود تنها به گفتن پس همش حقیقت داره بسنده کردند. جهش های پینگ تنها هیجان انگیز و تماشایی نبود. جهش های او گواه بر ناب بودن افسانه قورباغه پینگ بود. ماجراجویی های پینگ شکل قصه و داستان به خود گرفته بود و دگرگونی احوال درونیش از او اسطوره‌ای ساخته بود. سفر تحول‌آمیزش چنان شهرتی برایش دست و پا کرده بود که
گرد همایی های خیلی عظیمی از موجودات برای تماشای او تعجب چندانی نداشت. هر اتفاق دیگری هم که در آن روز در برکه میافتاد مسلماً این لحظه متعلق به میهمان ارجمندی بود که همه آوازه پاهای فنرمانند و پرشهای بلندش را زیاد شنیده بودند. پینگ به چابکی خود را بر روی برگ یک نیلوفر آبی کشید و تا پایان یافتن فریادهای هورا و آفرین و موج شادی و غریو بی پایان پینگ 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 که گوشش را نوازش میداد منتظر بود. بالاخره با ورود فرمانروای کهنسال برکه وزغ پیر ازدحام جمعیت راه را برای ورود او باز کرد و همه به یک باره ساکت شدند. هیچ کس نمی‌دانست وزغ پیر از چه زمانی در منصب فرمانروایی بود. به تازگی یک بار در جشنواره سالانه حشرات این پرسش مطرح شده بود. در آن مراسم لاک‌پشت که آن موقع 106 سال داشت گفته بود تا جایی که او به یاد دارد وزغ پیر همواره فرمانروای برکه بوده است. این روایت باقی ساکنان برکه را کفایت می‌کرد. ساکنان برکه این روایت را دوست داشتند. هر وقت که وزغ پیر در حال چرت زدن نبود تلو تلو خوران با قیافه‌ای عبوس ظاهر می‌شد و استقبال شاهانه و محترمانه‌ای از او به عمل می‌آمد. چرا که او نماد سرآغاز هر آنچه هست و منشأ همه فرزانگی‌ها و شگفتی‌ها بود. وزغ از اهالی برکه بود ولی صدای او از آسمان‌ها می‌آمد. صدایی ضعیف و نازک که حتی خرگوش‌های حاشیه آب نیز باید گوش‌های بلند خود را تیز می‌کردند تا تمام کلمات او را بشنوند. پس هر وقت که وزغ پیر تصمیم به صحبت می‌گرفت تمام ساکنان برکه با دقت گوش می‌دادند. ساکنان برکه تمام گفته‌های وزغ پیر را باور می‌کردند. وزغ صدای خرناس مانندی کشید و گلوی خود را صاف کرد. دستان بی‌نیرو و وارفته خود را بالا آورد و سپس رو به همه گفت: امروز روز اهدای درود و ادای تهنیت به کسی است که بلند می‌جهد. غریو شادی جمعیت بلند شد. به خانه ما عالی‌ترین خلقت‌ها و شکوهمندترین پهنه آبی که در مخیله موجودات زنده می‌گنجد خوش آمدید. از این کران تا آن کران و از آن کران تا این کران هیچ چیز برتر از برکه ما نیست. این بیانیه‌ای بود که وزغ پیر پیش از این آن را ایراد کرده و بارها گفته بود. خب قورباغه، بگو ببینم چه شد که زندگی خود را وقف چنین جهش‌هایی کردی؟ پینگ بیدرنگ با لبخند پاسخ داد تا همواره آسمان را بیشتر به چالش بکشم. وزغ پیر با نفرت نگاهی در جمعیت اتباع انداخت و سرتکان دادنها و لبخند قورباغه‌های جوانتر را دید. توجه او به ویژه به پچ‌پچ دایکان و هودو، دوتا از دردسرسازترین قورباغه‌های جوانی که تا به حال سر از تخم درآورده بودند جلب شد. دایکان و هودو حتی در دوران نوزادی هم سر سازگاری نداشتند. میل وافر آنها برای ماجراجویی و گریز از محیط امن رستنی‌های موجود در نواحی کم عمق برکه همواره موجب اوقات تلخی قورباغه‌های بالغ بود. روزی که دایکان و هودو به شکل قورباغه‌های کاملا بالغ درآمدند دریافتند که مهر و محبتشان به یکدیگر نیز بیشتر شده است. دایکان یک چیز را خوب می‌دانست. هودو تمام رنگ‌های دنیا را در پوست عالی و درخشان خود هم می‌کرد. همین برای دایکان کافی بود. در تاریخ طول و دراز برکه هیچ دو موجودی اینقدر از با هم بودنها، از گپ زدنهای بعد از ظهر، تمام روز با هم بودنها، از همراهی و همدلی، پرسش از قطعیت پدیده‌های اطراف و از تعمق در ماهیت هستی هر روزه خود لذت نبرده بودند. روح کنجکاو و رفتار سرکششان
همواره موجب آزردگی و عصبانیت وزغ پیر شده بود و امروز هم فرقی با بقیه روزها نداشت. وزغ پیر بادی در دماغ انداخت و نارضایتی خود را از شادمانی گستاخانه دایکان و هدو نشان داد. دیگر خبری از این که باید جوانان را درک کرد در میان نبود. پس روی برگردان و ردای سلطنتی خود را راست و ریز کرد و از پینگ پرسید: خب بگو ببینم اینجایی که تو از آن برای ملاقات ما آمده ای کجاست؟ اقیانوس بیکران. سکوتی مبهم همه جا را فرا گرفت. بخت و حیرت آسمان چشمان پیر وزغ را تیره و ابری کرد. سپس گفت: هرگز اسم چنین جایی به گوشم نخورده است. اما اصلا از عظمت برکه ما حیران نشو. بگو ببینم اقیانوس شما چقدر از اینجا کوچکتر است؟ پینگ به سادگی پاسخ داد: مانند هر چیز دیگر سرورم، اقیانوس نباید بر حسب اندازه‌اش بلکه باید بر حسب فراخیش قضاوت شود. وزغ پیر با غرور اشاره‌ای به اطراف کرد و گفت: چه خزعبلاتی! چند تا از اقیانوس‌های شما می‌تواند برکه ما را پر کند؟ با نهایت احترام مفتخرم به شما بگویم که اقیانوس مفهومی بس وسیع است. منظورت دقیقاً چیست؟ می‌خواهی بگویی که اقیانوس حتی قابل قیاس با برکه ما هم نیست؟ پینگ سرش را تکان داد. درست است، مقایسه ممکن نیست. وزغ پیر نگاهی به اتباع خود انداخت و گفت: همانطور که فکرش را می‌کردم، با این حال بگو ببینم اقیانوس چقدر کوچکتر است؟ اقیانوس کوچک نیست، بزرگ است. بزرگ؟ چقدر بزرگ؟ آیا به اندازه نیمی از برکه ما میرسد؟ پینگ سری بالا انداخت و گفت: نه، باز هم بزرگتر. جمعیت به جنب و جوش افتاد. دسته قورباغه‌های جوان با حیرت پلک می‌زدند. وزغ پیر به پوچی این اظهارات اندیشید، صدایش را بالاتر برد و گفت: پس هم اندازه برکه ماست. پینگ جواب داد: همچنان بزرگتر. به شما اطمینان می‌دهم همه رودخانه‌ها به آن می‌ریزند و با وجود این هرگز لبریز نمی‌شود. همواره در حال زهکشی است و با این حال هیچگاه خالی نمی‌گردد. بهار و زمستان به حالش فرقی ندارد. سیلاب و خشکسالی نیز اثری بر آن ندارد. اقیانوس قطعاً از نهر و برکه عظیم‌تر است. اعلیحضرتا، مرا ببخشید. قصد رنجش شما را ندارم. اما برکه شما حتی قطره‌ای از اقیانوس بیکران نیز محسوب نخواهد شد. همه نفس خود را فرو بردند و به وزغ پیر نگاه کردند. وزغ پیر چشم زهره‌ای به پینگ رفت و سپس با خشم غرید: این چه موجودی است که با چنین اراجیفی به دیدن ما آمده است؟ هنگامی که وزغ پیر جوانتر بود، سرسخت بود و این خسیسه همچنان در او زنده بود. کفر میگویی؟ پینگ پاسخ داد: من حقیقت را میگویم. من در همین جا و در همین وقت به شما اطمینان میدهم که هیچ چیز بزرگتر، جذابتر و آرام بخشتر از برکه ما وجود ندارد. پینگ پل برهم زد و باز هم زد. چشمان نافذش طوری به وزغ نگاه میکرد که گویی درون او را میدید و دید با صدایی که شاید متانت تنها واژه برای توصیف آن باشد، از وزغ و همه افرادی که مایل بودند تا در این سفر اکتشافی جسارت و کنجکاوی خود را در بوته آزمایش قرار دهند، دعوت کرد تا دنبال او راه بیفتند و با چشم خودشان واقعیت و جلال و جبروت اقیانوس بیکران را ببینند که به راستی ممکن است دنیای بزرگتری در ورای برکه آنها وجود داشته باشد. هیچ کس تا آن زمان حتی جرأت نکرده بود با وزغ پیر مخالفت کند. چهره پرچین و چروک وزغ پیر برافروخته شد و چشمایش گلوله آتش. با خشم نعره برآورد و با دهانی کفالود گفت: چقدر گستاخ! تو از من دعوت میکنی تا اقیانوس را ببینم که به من درس بدهی؟ انگار که من دانش و خردی ندارم. چیزی به نام اقیانوس وجود ندارد. چیزی در پس ماورا وجود ندارد. وزغ پیر بدون اینکه حتی نفسی تازه کند به نطق قرای خود ادامه داد و همانطور که آتش خشمش بالا می گرفت
صدایش جان بیشتری می‌گرفت و در سرتاسر برکه می‌پیچید. البته باید متذکر شد که همزمان با حجمه سخنان وزغ پیر، گلوله‌های لجن نیز از روبرو به پینگ هجوم آورد. ساکنان مسنتر برکه به سرعت مشتی کثافت و لجن را در مشت‌های خود به شکل گلوله‌های آبکی در می‌آوردند و از این طرف و آن طرف به سمت او پرتاب می‌کردند، در حالی که همصدا با غریب‌های غضبناک وزغ پیر بر سر پینگ می‌توفیدند تا برکه آنها را برای همیشه ترک کند. تعدادی از این گلوله‌ها با دقت و نیروی شایان توجهی به هدف خورد. غلغله، یا به عبارت دقیق‌تر آشوب، و اینکه چرا پینگ از آنجا نجست. نه تنها سوال خوبی بود، بلکه تنها سوال مطرح بود. پینگ همچنان در موضع خود باقی ماند. پلک برهم زد و چهره در هم کشید و باز هم پلک زد، در حالی که تمسخر و ریشخندها و کبودی ضربات گلولای را تحمل می‌کرد، چرا که می‌دانست همیشه واکنشی که تو نسبت به دیگران نشان می‌دهی از واکنشی که آنها نسبت به تو نشان می‌دهند مهمتر است. عاقبت پینگ در حالی که در چهره کوچکترین ساکنان برکه می‌نگریست گفت: کسی که رویای بزرگی در سر دارد برای تحقق آن جسارت به خرج می‌دهد. سفر از خودتان آغاز می‌شود. و سپس با پرش مستقیم و عالی همیشگیش از چشمرس ناپدید و در فراز آسمان گم شد. موجودات مسن‌تر خوشنود از این شرایط فریاد زدند: آری! دوتا از موجودات جوانتر نیز از فرط شگفتی متهورانه فریاد برآوردند: آری! آن موقع هیچ کس در برکه نمی‌دانست، ولی تاریخ در حال رقم خوردن بود. فصل 2. مسیر کهنه، مسیر نو. پس قرار شد تا همگی در نیمه شب در زیر آن 10,000 ستاره در نیزار یکدیگر را ملاقات کنند. شاید ملاقات کردن واژه نادرستی، مخفی شدن واژه درستری بود، چه آنکه گرد همایی‌های پنهانی به معنای نادیده گرفتن فرمانهای اخیر وزغ پیر تلقی می‌شد. از زمانی که پینگ پا به برکه گذاشته بود، وزغ پیر با بدگمانی قورباغه‌های جوان را زیر نظر گرفته بود. خب البته بیشترشان همان وظایف محوله را انجام می‌دادند، اما 6 قورباغه کوچک به سردستگی دایکان و هدو فرمان نمی‌بردند. دایکان در حالی که خودش آهسته و با احتیاط فراوان در دل شب صحبت می‌کرد، هشدار داد: باید خیلی مراقب باشید تا هنگام رفتن سر و صدا نکنید. خودتان خوب می‌دانید که چقدر صدا راحت در آب منتقل می‌شود. 6 جهندک جوان به یکدیگر نگاه می‌کردند، می‌لرزیدند. برای یک لحظه هیچ کس چیزی نگفت، چرا که ترک پناه امن و آشنای برکه به قصد دیدن دنیای ناشناخته هراسی هولناک در درون همهشان انداخته بود. و این سبزترین قورباغه گروه کیکو بود که تمام این افکار را در زبان راند. کیکو که برکه را دنیای خود می‌دانست به دایکان گفت: اینجا خیلی خیلی قشنگ است، اینطور نیست؟ اگر اینجا واقعا به همین خوبی که هست باشد، آن وقت چه؟ برای یک لحظه سکوت همه جا را فرا گرفت. دایکان با اندوه و به نشانه درک این مطلب سرش را تکان داد. می‌دانست وقتی زمان آن فرا رسد ممکن است دوستان قورباغه‌ایش از ترک آسایش برکه به قصد دیدن عالم امکان هراس داشته باشند. نمی‌توانست به آنها خورده بگیرد. با این حال آیا اینکه کسی خودش را از امکان محروم کند مایه تأسف نیست؟ دایکان مکث بلندی کرد و سپس گفت: هر یک از ما خالق رویاهای خودش است و برای خودش تصمیم می‌گیرد همان کاری را بکنید که به آن ایمان دارید. لبخندی بر لبان کیکو نشست، اما نتوانست جلوی اشک‌های ناگهانی خود را بگیرد. آنجا کشته خواهی شد، خودت می‌دانی؟ شاید. خواهش می‌کنم نرو. تصمیم دایکان عوض شدنی نبود. کیکو که این را فهمیده بود دست خود را دراز کرد و گردنبندی را که از تکریشه درخت تاک با آویزی از سنگ برکه ساخته بود به او داد. برای آنکه به یاد ما باشی. دایکان گردنبند را به گردن انداخت
با آویزش نگاه کرد. سپس به گروه چشم دوخت و اکنون نوبت او بود که احساساتی شود. او گفت هیچ یک از شما را فراموش نخواهم کرد. قول می‌دهم. هودو که نفس کشیدن برایش مشکل شده بود به نشانه موافقت سری تکان داد. شبی نبود که رویای ترک برکه از پس پلک‌های خواب‌آلودش پرپر نزند و حالا وقت آن رسیده بود. اشک. قورباغه‌های کوچک در سکوت نشستند. هر 6 تا. هرچه توانستند انجام دادند و با لبخندهای محزون خود به دایکان و هودو قوت قلب دادند و آنها هم با لبخند پاسخ دادند. آن شب با وزش نسیم‌های گرم و وسوسه انگیز زیباتر از این نمی‌شد. دایکان و هودو به ستاره‌های چشمک زن بالای سرشان و بعد به دوستان قورباغکی خود نگاه کردند. چشمک مثبتی به آنها زدند و سپس یک به یک آنها را در آغوش کشیدند و بالاخره پرش ایمان به سوی دعوت تاریکی با عقیده‌ای از همیشه راسختر. کسی که رویای بزرگی در سر دارد برای تحقق آن جسارت به خرج می‌دهد. به راستی ممکن است دنیای بزرگتری در ورای برکه آنها وجود داشته باشد. همان کاری را بکنید که به آن ایمان دارید. و فصل 3 که دالان درختان بی مصرف هستش که ما دیگه وقتی نداریم برای ادامه این کتاب. کتاب بسیار زیبا و کوتاهی هستش. امیدوارم که اگر از نثر این کتاب و روایت این داستان خوشتون اومده این کتاب رو تهیه کنید و تا انتهای این کتاب کوتاه رو بخونید و لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.